هانده ارچل در فهرست جذاب‌ترین زنان 28 تا 30 ساله IMDb در سال 2021 در رتبه دوم قرار گرفت. آیچه آیشین توران پدر خودش رو از دست داد و عزادار شد. پینار دنیز در لیست IMDb در بین بازیگران ترکیه مقام اول و در لیست جهانی از بین 11 میلیون بازیگر در جایگاه 220م قرار گرفت. تعداد فالوورهای هانده ارچل در اینستاگرام از مرز 25 میلیون نفر گذشت و اون همچنان در ترکیه پیشتاز داشتن بیشترین فالوور در بین هنرمندانه. جمره بایسل تحت عمل جراحی قرار گرفت. نوع عملش دقیقاً مشخص نیست، ولی اون بعد از عمل اعلام کرد که حالش خوبه و از دست چیزی که 1 سال با اون زندگی می‌کرده راحت شده. آلینا بوز و آلپ نوروز که در سریال دستم رو رها نکن پارتنر بودن، به عنوان چهره‌های تبلیغاتی برند دیفکتو انتخاب شدن. اوموت اویرگن بالاخره بعد از چند بار انکار وجود رابطه عاشقانه بین خودش و سرنای ساریکایا رو تایید کرد. کیوانچ تاتلیتو و همسرش باشاک دیزر قراره به زودی صاحب فرزندی بشن. طبق گفته ها باشاک 3 ماهه بارداره و هنوز جنسیت فرزندشون مشخص نشده. هانده ارچل و بنسو سورال که یه سفر دخترونه به نیویورک داشتن، عکس‌هایی رو با لباس‌هایی مشابه به اشتراک گذاشتن. اوزجان دنیز که برای دیدن پسرش به در خونه همسر سابقش رفته بود، با همسرش درگیر شد. در جریان این درگیری، فیزا آکتان به اوزجان سیلی زد و لباس اونو پاره کرد. بوراک دنیز و دیدم سویدان در شبکه‌های اجتماعی همدیگر رو آنفالو کردند و باعث تقویت ادعاهای جداییشون شدن. به تازگی دیدم در مصاحبه‌ای این خبر رو تایید کرده. ابرو شاهین و جدی عثمان که قرار تابستون آینده با هم ازدواج کنن، شروع به آماده کردن تدارکات مراسم عروسیشون کردن. جدی یه ویلای لوکس 3 طبقه به ارزش 6 میلیون لیر یا تقریباً 18 میلیارد تومان خریداری کرده و ابرو هم کارهای دکوراسیونش رو به عهده گرفته. گفته میشه فیاض شریف‌اولو بازیگر سریال دختر پشت پنجره با گوینده خبر کانال دی مرو دینچکل رابطه عاشقانه داره. این زوج در کنار هم در کافه‌ای دیده شدن. برنسات قبل از بازی در تبلیغات جدیدش بر روی دندانهای جلویی خودش کارهای زیبایی انجام داده و همین باعث انتقاداتی شده. بعضی معتقدن برن با این کار نچرال بودن خودش رو خراب کرده. آلپرن دویماز و بشرا دولی به عنوان پارتنر هم برای بازی در سریال وقتی که مردی زنی را دوست دارد انتخاب شدند. برنسات در کنسرت 29 اکتبر همسرش کنان دوئولو روی صحنه رفت و با اون رقصید و اونو همراهی کرد. گفته میشه اسرا بیلگیچ که چهره تبلیغاتی یه برند پاکستانی شده، در طول 5 روز فیلم برداری با رفتارهایی که از خودش نشون داده باعث عصبانیت عوامل شده. اون با تأخیر به ست فیلم برداری میرفته، درخواست کاروان خصوصی داشته، به علاوه یه سری ویتامین تقویتی خواسته، اما وقتی برند مورد نظرش براش تهیه نشده، جنجال به پا کرده. اسرا خودش این اخبار رو تکذیب کرده. سرنای ساریکایا در مصاحبه‌ای در مورد لباس‌ها و استایلش گفت: دوست دارم در استایلم همیشه شجاع و جسور دیده بشم. چیزایی بپوشم که هر کسی شجاعتشو نداره یا فکر میکنن ممکنه مورد پسند واقع نشه. در واقع هر چیزی بپوشم که به پوشیدنش عادت نکردیم. سمرا دینچر بازیگر نقش مادر کوزی و گونی در سریال کوزی گونی در اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت و عدم حضور هنرمندان در مراسم خاکسپاری اون توجه ها رو به خودش جلب کرد. اسرا درمانجیولو در مقابل انتقادهایی که بهش میگفتن لاغر شو، عکسی به اشتراک گذاشت و نوشت:
اگه زشت نباشه میخوام به همین شکل ادامه بدم. رک بگم نمیخوام لاغرشم. ببخشیدا، خیلی هم بیبیم. بورچین ترزیولو در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که چه خصوصیت اخلاقی داره که باعث اعتراض دوستاش میشه، گفت خیلی به پیام‌ها کوتاه جواب میدم و پشت تلفنم کوتاه صحبت میکنم و اونو زود قطع میکنم. نسلیهان آتاگل و همسرش شرکت تبلیغاتی تأسیس کردند که علاوه بر مدیریت برنامه‌ها برای برندهای مختلف کارهای تبلیغاتی انجام میدن. اولین مشتری این زوج هم مورات دالکیلیچه. بعد از 9 ماه انتظار، لیلا دختر برگزار کورل و هالیت ارگنج به دنیا اومد. گفته میشه کنان ایمیرزالیولو و سینم کوبال که سال گذشته صاحب یه دختر شدن تا چند ماه دیگه هم قرار صاحب فرزند جدیدی بشن. با پخش شدن شایعه جدایی زوج بوراک اوزچیویت و فهریه اوجن، این زوج با به اشتراک گذاشتن عکس‌های 3 نفره‌ای به همراه پسرشون با متنی عاشقانه به این شایعه‌ها خاتمه دادن و علاوه بر این در یک مصاحبه فهریه این خبر رو رد کرد. باریش آردوچ برای شرکت در افتتاحیه مرکز خریدی در چچن یه سفر 2 روزه به اونجا داشت و مبلغ $100,000 هم به عنوان دستمزد دریافت کرد. گفته میشه قبل از گوگچه بهادیر، برنسات برای بازی در سریال کلوپ در نظر گرفته شده بود، اما اون پیشنهاد بازی در این سریال رو رد کرد. بازیگر 49 ساله یونوس گونر در خانه خودش به خاطر ایست قلبی درگذشت. هازالکایا توی یه مصاحبه گفته که خیلی خرافاتیه و برای مقابله با چشم زخم مدام با ترکیب آب و سرکه استحمام میکنه و دائما گیاه مریم گلی رو هم میسوزونه و هم دم کردش رو مینوشه. از بوراک اوزچیویت به خاطر توهین و فحاشی به عوامل سریال قیام عثمان شکایت کردند و برای اون خواستار 4 سال و 1 ماه حبس شدند. این بازیگر باید در روزهای آینده در جلسه دادگاه و در برابر قاضی حضور پیدا کنه.